خشایارشا پس از عبور از پل هلسپوند با لشکری عظیم و ناوگانی با بیش از 600 کشتی به یونان یورش برد. برخی دولت شهرهای یونانی تسلیم شدند، اما آتنی‌ها که هدف اصلی خشایارشا بودند با 30 دولت شهر و اسپارتها متحد شدند. اونا ناوگانی با 380 کشتی آماده کردند و نبرد رو به تنگه ترموپیل کشوندند. همزمان 324 کشتی اونها به ناوگان ایران در آرتمیزیوم حمله کرد. یونانی‌ها در ترموپیل مقاومت سرسختانه‌ای نشون دادند، اما افیالتس خائن یونانی مسیر مخفی کوهستانی رو به پارسیان نشون داد. در چند روز لشکر خشایارشا 300 اسپارتی رو در هم کوبید. آتنی‌ها با شنیدن شکست ترموپیل شهرشون رو ترک کردند. پارسیان بدون مقاومت آتن رو فتح و دژ آکروپولیس رو تصرف کردند. اما در تنگه سالامیس ناوگان یونانی با استفاده از تنگه باریک ناوگان عظیم پارسی رو غافلگیر کرد و در هم کوبید. خشایارشا که جنگ رو بی حاصل دید به سارد بازگشت. هرچند آتن فتح شده بود، سالامیس پایان شکوه این لشکرکشی رو رقم زد.